شکر. هللویا. خداوند نیکوست. آمین. عشق عشق عشق، روز عشق، هفته عشق. عشق چیه که همه اینقدر دوستش دارن؟ از خدا گرفته تا فرزندان خدا. مرسی ماشی جان. بعضی از من میپرسن که خدا برای چی ما رو آفرید؟ هدف از خلقت اصلا چیه؟ خودشون فکر میکنن، میگن میتونید تو خود آسمانان هم که انسان فتح کرد، این کار کرد، اون کار کرد، اون کار کرد. حقیقتش اینه که خدا از سر عشق آفرید. خدا از سر عشقش واقعا آفرید دنیا رو. یعنی تو دنبال هر چی بگردی، یعنی خب نیازی نبوده. علم خدا داره. اگر از من بپرسین که خدا نیاز داشته به اینکه، صحبت نیاز نیست، مثل رابطه فرزند و پدریه. این عشق جنسش فرق داره. جنس این عشق نمیشه خریدش، حتی نمیشه براش شرط گذاشت. خاطر همین خداوند هم اولین عاشق خودش بود، پسرشو داد. ولی هر سال به این روزها که میرسیم، نزدیک به 14 فوریه، ولنتاین، همونطور که نوشینم گفت، بهانه ای میشه برای اینکه ما ابراز علاقه بیشتر بکنیم، یه خود دستمون تو جیبمون بره. حالا نوشین گفت شکلات باش، من شکلات میخرم براش، سرتهشو هم میارم. خدا رو شکر اینطوری گفت بعدن این بهانه دارم بگم خودت گفتی شکلاتی بدیم که دیگه کادوی گرونم نخریم. آقا اینم به اندازه اینه، میگه که کادو رو تا جایی باید بخری که هنوز لبخند روی لبت هست. الان خریاسی گفت سر هدیه رو تا جایی باید بدی که هنوز لبخند روی لبت هست، یعنی رضایت داری. اگر میخوای برای همسرت کادو بخری، تا جایی بخر که هنوز لبخند روی لبت هست. ولی اگه فشار رود اومد، دیگه از همسرت متوقع میشی که نگاه کن، من زیر بار قرض رفتم، اون اینطوری کرد، اون اونطوری کرد. الا یا ایها الساقی عدل کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود ولی افتاده مشکل ها. چی اومد بر سر عشق؟ ظاهرا اولش آسونه، ولی چی میشه که سخت میشه. خب گفتیم 14 فوریه روزیه که اون کشیش ارتودکس رو اعدام کردن در زمان روم باستان. این کشیش دختر پسرها رو به عقد هم در می آورد، مسیحی بود. و پادشاه روم، امپراتور روم کلودیوس در روم باستان، دید که تعداد مسیحی‌ها دارن بیشتر میشن، زاد و ولد میشه و فرزندان اونا خب مسیحی به دنیا میاد. پس اومد اینو منع کرد. گفت آقا این کار نکن. گفت نمیشه. گفت نکن. گفت نمیشه. انداختش رو زندان. دید مردم شورش کردن، گفت پس برم باید سازش کنم. رفت باید صحبت کرد که اگه من تو رو آزاد بکنم دیگه این کار نکن. گفت نمیشه. گفت پس اعدامش کن. اعدامش کردن این فرزند خدا رو، کشیش ولنتاین. حقیقت اینه که وقتی من و نوشین با هم دیگه در مورد مسئله دعا میکنیم، خیلی هم زود جوابش رو میگیریم. حالا یا اجابت میشه دعامون، یا اینکه خداوند برامون بازش میکنه که شاید الان وقتش نیست. وقتی به متی 8 19 20 نگاه میکنیم، میبینیم که میگه که هرگاه 2 یا 3 نفر بر روی زمین درباره هر مسئله در خصوص آن سوال میکنند با هم موافق باشن، همان از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان به انجام خواهد.
زیرا جایی که 2 یا 3 نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم. جمله کلیدی به این قسمت میگه که با هم موافق باشن یک مسئله. مثلا میخوان دعا کنن، اختلاف دارن با هم، ولی موافقن که با هم برای این اختلاف دعا کنن. مخالفت فرق داره با اعمال نظر. اوکی؟ و اینه که خیلی مهمه که ما این شهامت رو داشته باشیم. معمولا اینطوره که مردها زودتر کوتاه میان و میگن که بیا بشین با هم دعا کنیم. حالا ممکنه خانم ها هم یه خورده حالا اون وسط نازهای زنانه خودشون هم داشته باشن، هیچ عیبی نداره. اینا خصلت خصوصیات خانم هاست که خداوند اینا رو بهشون بخشیده که برای مردها اینا عزیز باشه. مرد اینو دوست داره زنم اون کار بلده بکنه، چرا نکنه؟ خاطر همینه که ما وقتی که میریم به غزل ها اونجا داره کی داره اینو میگه؟ دلدار. دلدار کیه؟ کسیه که دلش رفت، دلشو گرفته. از کی؟ اینجا وقتی که صحبت دلدار و دلداده میشه، دلدار یا دلبر همون زنه. ببین میگن که به یک دل نه به 100 دل عاشق شد. این برای مردا صدق میکنه ولی برای خانم‌ها صدق نمیکنه. اصلا زنها توی یه نگاه عاشق نمیشن، هیچ وقت نمیشن، ولی آقایون میشن. خصلتشون اینطوره. به خاطر همین زن میشه دلبر، مرد میشه چی؟ دل داده. یعنی دلو داد، خانم هم دلو برد. خانم ها 5 تا سرزمین دارن این تو که باید فتح بشه توسط مرد، و مرد وقتی تونست اون 5 تا سرزمین رو فتح بکنه که حالا یه روز دیگه در موردش صحبت میکنم، اون موقع است که این سرزمین رو کلا در دست گرفته. اون موقع میشه اون زن همون زنی میشه که کلام خدا داره در موردش صحبت میکنه. اینجا داره میگه ای دوشیزگان اورشلیم. کی اینو داره میگه؟ دلدار داره میگه. دلدار کیه اینجا؟ همون کسیه که سلیمان دوستش داشته. غزلها رو سلیمان نوشته. خب سلیمان آدم حکیمی بوده ولی متاسفانه خیلی هم زن دوست بود. کلام خدا میگه که 700 تا زن داشت، 300 تا هم متعه داشت، صیغه داشت. یعنی اصلا من نمیدونم اینا رو میشناخته نمیشناخته. بعضی موقع میگم کلام خدا هم یه چیزایی مینویسی گزک میده دست یکی دیگه، ولی کلام خدا ابایی نداره از این که حقیقت رو بگه. میدونی حتما توش حکمتی هست و درسی برای همه ما. تو بین این همه خانم ها و زن های مختلف از قوم های مختلف که سلیمان زن گرفته بود، یه دختری دل اینو میبره. دختر شلمی. شلمی یه مردی بوده، اسم این دختر شلمی، که عاشقش میشه. حالا اینجا دختر رو داره میگه ای دوشیزگان اورشلیم، من سیاه چرده ام اما دوست داشتنی ام. یعنی سلیمان عاشق یه دختر سیاه چرده هم شده، تا مثلا خیلی خوشبرو هم نبوده. چقدر به داستانه خودمون نزدیکه، مثلا لیلی و مجنون، نه مثلا نمیدونم شیرین و فرهاد. معمولا خانم قشنگتر زشتر بوده، آقای خیلی سرتر بوده. مثلا توی جریان لیلی و مجنون لیلی زشت بوده اصلا، ولی مجنون دیگه دست خودش نبوده دیگه، دله رو داده، اونم دله رو برده. داره میگه که من سیاه چرده ام اما دوست داشتنی ام. داره میگه من بانمکم. به سیاهی قیمه های قیدار، به زیبایی پرده های سلیمان، بر سیاه چردگی ام خیره منگرید. نگاه نکنید سیاه هم داره میگه،
زیرا که به آفتاب سوختم. اون موقع کارشون توی بیابان بوده. معمولا گوسفند داشتن، به چرا می بردن. موقع هم آفتاب بوده، سیاه چرده شده. پسران مادرم بر من خشم گرفتن و مرا به نظاره بر تاکستان ها گماشتن، اما از نگهداری تاکستان خیش باز ماندن. بله عزیزان، میتونه سلیمان هم عاشق بشه با اون همه زن و بچه های دیگه ای که زن و متعای دیگه ای که داشته. در از کلام خدا داره. وقتی گفتم در جواب دعا خدا وقتی میبینه دو نفر، مخصوصا همسران، ممکنه پارتنر داشته باشی، نمیدونم، ولی این مهمه که یک دل باشن و توافق باشه برای دعا کردن. خدا براشون باز میکنه. وقتی میگه من حاضر هستم، یعنی اول حواستون باشه که چی به هم میگین. ممکنه از همسرم بخوام بگم بیا با هم دعا کنیم، چه جوری بگم، به چه لحنی بگم، چشم ابروم چطوری باشه، همسرم چه جوری قبول میکنه. اینا همه هست. همه اینا برای ما درسه که بدونیم چطور باید عبور بکنیم ازش. آیا بازم ازش گله و شکایت میکنیم؟ میخوایم بیان دعا بکنیم، فکر کنم میخواد تو دعا کردن واسه دفعه گله و شکایت میکنیم، دعواتون میشه دوباره بلند میشیم میریم. بخاطر این کلام خدا میگه تسلیم یکدیگر باشید. در افسوسیان 5:21 میگه به حرمت مسیح تسلیم یکدیگر باشید. یعنی چی؟ این خیلی مهمه. تسلیم بودنه یعنی تسلیم، این معنیش خیلی معنی درستیه که میگه تلاش در جهت رفع نیاز طرف مقابل. تلاش یعنی من تلاشمو میکنم در رضایت شخص روبروی. رابطه متحد صادقانه حضور خدا رو میاره. چطور میتونیم همسران خوبی برای هم باشیم؟ چطور میتونیم یه پارتنر خوبی باشیم؟ دو مورد میخوام اشاره کنم. یکی این که به وعده‌های خدا اعتماد بکنم تو کلامش. یکی الگو بگیرم از کسانی که در این امور موفق ترن. تو رساله اول پتروس باب 3 آیات 1-7 ببینیم چی میگه. خب همونطور که میدونین اسم پیغام بود عاشقانه که این قسمت اولشه. بر اساس همین اول پتروس 3 1-7 میگه چون میگه به همین سان شما ای زنان تسلیم شوهران خود باشید. حالا ممکن خانم‌ها بگن چرا ما باید تسلیم باشیم؟ ولی کلام خدا باز هم جلوتر میگه تا چنانچه از ایشان برخی به کلام ایمان نداشته باشند، بی آنکه سخن به زبان آورید در اثر رفتار شما جذب شوند. یعنی مهمه که دیگران نحوه زندگی شما خانم‌ها رو ببینن. زیبایی شما نه در آرایش ظاهری، نه در گیسوان بافته، جواهرات علنگو تا اینجا جواهرات فاخر، بلکه در آن انسان باطنی باشد که آراسته به زیبایی ناپژمردنی روحی ملایم و آرام. یعنی نیاز یک روح ملایم و آرام است. این کلام میگه، من نمیگم. اگه هم میخوان چشم خور برید به کلام برید که در نظر خدا بس گرانبهاست. زیرا زنان مقدس اعصار گذشته که بر خدا امید داشتن خود را بدین گونه می آراستند آنان تسلیم شوهران خود بودند، چنان که سارا مطیع ابراهیم بود و او را سرور خود می‌خواند. شما نیز اگر نیک کردار باشید، یعنی درست عمل بکنید و هیچ ترسی به دل راه ندهید. یعنی هیچ ترس به دل راه ندهید، یعنی نه یه دفعه پرو میشه برای چی باید این کار باید بکنم، مثلا برای شوهرم روی زیاد میشه. نه، میگه بدون اینکه ترسی به دل راه بدهید، اون موقع میگه فرزندان او خواهید، یعنی خداوند. حالا این همه از زنا گفت، برای مردا آمد یک کلمه.
به همین شما ای شوهران در زندگی با همسرانتان با ملاحظه باشید و با آنان، چون جنس ظریفتر، نمیگه ضعیفتر، میگه ظریفتر، با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیه سخاوتمندانه حیاتند. مبادا دعاهایتان مستجاب نشود. همین تیکه آخرش بس همه مرداست. مبادا دعاهات مستجاب نشه آقا. هی بزن تو سر خودت، با رضایتون رو در. اگه به خدا چرا نمیشه، با رضایتون رو دریا. مرد دعا میکنه چرا نمیشه، خدا چرا دعام اجابت؟ میگه دعات از سقف بالاتر نمیره، برو پیش خانومت رضایت چه در پیدا بکن. سخت میشه، آره ولی میشه. جدا اگه دعا مستجاب نشه چی؟ اینجا دقیقا داره به اتحاد زن و شوهر اشاره میکنه، هم برای این هم برای اون. خدا منتظر اونا یه دل بشن و دعاهاشون اجابت بکنن. به خاطر همینه که رابطه متحد و صادقانه حضور خدا رو میاره. باور کنید عزیزان، بعضی موقع حرفای همسران از حرف مسیح هم اثرش بیشتره. منظورم این نیست که حرف مسیح کم اثرانه. بعضی موقع تو یه جایی یه تشویق یه همسر میتونه همسر رو بلند کنه. این صبح تا شب داره کلام میخونه، کلام مسیحه دیگه، درسته؟ هیچ انگار نه انگار. یه تشویق از جانب همسر میتونه اونو بلند بکنه، کار در بیاره. شما وقتی به داستان اسحاق رفقه یا همون ربکا تو کلام خدا نگاه میکنی، میبینی که خدا بعد از 20 سال بعد از دعای اسحاق بالاخره رفقه باردار میشه و خدا به رفقه گفت که تو 2 قلوب به دنیا میاری که بزرگتر کوچکتر رو خدمت میکنه. جالب اینه که اینا 20 سال بچه دار نمی شدن. تازه بعد از 20 سال رفقه میگه آقای اسحاق دعا کن. خب من اینجا الان میفهمم، میگه موقعی نوشین به من میگه تو چرا دعا نمی کنی؟ یا میکنم، میگه نه دعا کن. میفهمم چی میگه، نه دعا کن یعنی دمون چطوری دعا کن. اینم هم دعا کرد، خدا مستجاب کرد. 2 قلو هم تازه شد. یه طوری چطور دعا کرد که 2 قلو به دنیا. دعاش خیلی قوی بوده. پس بریم به پیدایش باب 25 آیه 19 ببینیم چی میگه. پیدایش باب 25 آیه 19. این از تاریخچه نسل اسحاق پسر ابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق 40 ساله بود که ربکا دختر بتوئیل، همون چیز بتول خودمون میشه، آرامی، اهل فدان آرام و خواهر لابان آرامی را به زنی گرفت. اسحاق برای همسرش نزد خداوند دعا کرد. تازه خدایا بچه، این یه بچه میخوام. زیرا او نازا بود. خداوند دعایش را مستجاب فرمود و همسرش ربکا باردار شد. 2 کودک در رحم ربکا در کشمکش بودند. و ربکا گفت این چیست که بر من واقع می شود؟ پس درباره آن از خداوند پرسید. خیلی جالبه. میتونی ای خانم شما از خدا بپرسی. میگه ربکا از خدا پرسه، خدا جوابش میده، میگه 2 قلو تو رحم تو هستن و 2 ملت از بطن تو جدا خواهند شد، یکی نیرومندتر از دیگری خواهد بود و بزرگ کوچک را خدمت خواهد کرد. و چون زمان زایمان ربکا فرا رسید، اینک 2 قلو در رحم وی بودند. نخستین سرخفام بیرون آمد و بدنش سراسر همچون پوستینی پشمین، یکیش پشمالو در اومد. از همین رو او را عیسو نامیدند، یعنی همون به زبان عبری هم خیلی پشمالو. پس
پس از او برادرش بیرون آمد در حالی که پاشنه عیسی را به دست خود گرفته بود. از همین رو او را یعقوب نامیدند، یعنی کسی که پاشنه طرف رو میگیره، یقه طرف رو میگیره. به هنگام ولایت ایشان اسحاق 60 ساله بود. یعقوب میگه یه مردی آرامی بود، چادرنشین بود. و اسحاق چون خیلی شکمو بود، عیسی هم وقتی بزرگتر شد براش شکار میکرد، براش میآورد. و این اسحاق خیلی کباب باز بوده، منقل زیاد درست میکرده، کباب بازی میکرده. این عیسی هم میرفته گوشت شکار میزد میآورد بهش میداد، اینم خوش به حالش میشد و میخورد. این خیلی دوست داشت، عزیز بود براش. نخست زادش هم بود، یادش رفت که بابا جان خدا گفته بزرگتر کوچکتر رو خدمت میکنه، نه کوچکتر بزرگتر رو. ولی یعقوب انگار بچه ننه بار اومده بود. طبق فرهنگ اون زمان باید عیسی که نخست زاده می بود همه چی به اون میرسید اول. ولی کلام خدا میگه نخست زادگیشو به یک کاسه آش فروخت. این فقط یک مثال نیست، داره میگه که وعده خدا رو، کلام خدا رو مفتاد رفت. و خب میبینیم که رفقه با حیله برکت از اسحاق برای یعقوب گرفت. احتمالاً به خاطر این که میخواست اراده خدا رو تو زندگیش به دست بیاره که خدا بهش گفته بود که یعقوب برکت یافته است. خب اینجا این سوال پیش میاد که آیا رفقه کار درستی کرد که با کلک این کار کرد؟ البته که نه. خدا هیچ کار اشتباه و نیرنگی رو قبول نمیکنه، چون با هر ناصادقی خداوند مخالفه. پس باید چیکار میکرد؟ رفقه میتونست، این درسه برای خانم ها، بیان در صداقت با آقایون بگن. میتونست بیاد بگه که اسحاق عزیزم قربونت برم، تو وعده خدا رو انگار فراموش کردی، میخوای عیسی رو برکت بدی؟ هوشیارش میکرد. پس لازمه که یکی از کارهایی که خانم‌های عزیز برای شوهرانشون میتونن بکنن اینه که مردانشون رو هوشیار کنن. یکی از اسامی خانم‌ها ازر هست در کتاب مقدس. یعنی چی؟ کمک کننده حیاتی. آدم اگه میتونست خودش کار خودش رو راه بندازه که خدا زن رو براش، آدم رو، هوا رو چیز نمیکرد، به دنیا نمی آورد. براش آوردش که بود تو نمیتونی. ولی هر کدوم یک جایگاهی بخشید، هیچ کدوم بعدش کنه برتری ندارن. به خاطر همین به حرمت مسیح تسلیم یکدیگر باشید. یک مسئله مهمه که طبق فرهنگ اون زمان نخست زاده عیسی بود، ولی میبینیم که خدا تو رحم انتخابش کرده بود و شریعت بود دیگه اون موقع به نخست زاده اینطوری میرسید. ولی اینجا سوال پیش میاد اگه شریعت بود مگه این شریعت خود خدا نداده بود؟ چرا خدا هم داده بود. یه مثال براتون میزنم. فرض کنید سر چهارراه چراغ قرمز، یه تصادفی هم شده، پلیس وایساده، پلیس میگه بیاین بریم به اونایی که پشت چراغ قرمز وایسادن. من میتونه وایسیم؟ نمیتونه وایسیم، هرچی که پلیس میگه، در صورتی که قانون میگه چراغ قرمز رو نباید رد کنیم، درسته؟ ولی پلیس به عنوان قانونگذار میتونه این امر رو بگه. قانونگذار بر قانون مقدم. پس جاهایی میشه که خدا از این استفاده کرده با اینکه شریعت هم بود. اراده خدا بر هر فرهنگی میکرده، چون اونی که برکت میده، نه فرهنگا، نه قوانین، نه آداب و رسوم. اسحاق انگار داره خدا رو وادار میکنه به روش اون عمل کنه، با اینکه
خدا گفته بود که بزرگتر کوچکتر خدمت کنه، ولی اسحاق باز هم اصرار داشت که عیسی رو برکت بده، چون میخواست احساسی عمل کنه، چون عیسی رو بیشتر دوست داشت. ولی عزیزان، اراده خدا مقدم بر هر نوع احساسی که ما داریم. ما نباید اجازه بدیم که انگیزه هامون جای بهترین های خدا رو بگیره. معمولا سعی میکنیم کلام خدا رو بعد از خواسته هامون قرار بدیم. رابطه اسحاق و رفقه میبینیم انگار اتحادی نیست و هر کی برای خودش یار جمع کرده، کاری که خیلی از والدین میکنن. بچه ها رو تقسیم میکنن، یکی این برم داره، یکی این برم داره، دوتا اون برم داره، دوتا اون برمی داره، تیم درست میکنن تو خونه انگار. این میگه دختر باباست، اون میگه نمیدونم پسر ننشه، این پسر، این میگه بچه ننه است، اون میگه دختر باباست. تیم درست میکنن تو خونه. 20 سال گذشته بود که اینا صاحب یک دو قلو شدن، دو تا فرزند. تو این 20 سال عمق فاجعه رو نشون میده، چه فاصله بین اسحاق و رفقه ایجاد شده بود و شیطان از این فاصله سوء استفاده کرد و بینشون جدایی قرار داد که هر کدوم بعد از اینکه فرزندانشون به دنیا اومدن، هر کی برای خودش یکی رو انتخاب کرد. شما تو رابطتون چطوری؟ آیا این فاصله هست؟ آیا این فاصله ها رو پر کردید؟ آیا میخواید این فاصله ها رو پر کنید؟ از کلاه قرمزی پرسیدن 1 ساعت چند دقیقه است؟ رو بستگی داره کنار کی باشی. عزیزان، عیسی در مثل کرکاس ها خیلی قشنگ میگه. تو متی 13 24 تا 30. متی 13، آقای متی 24 تا 30 داره میگه که عیسی مثل دیگر نیز برایشان آورد. پادشاهی آسمان همانند مردی است که در مزرعه خود بذر خوب پاشید. اما هنگامی که مردمان در خواب بودند، دشمن وی آمد و در میان گندم علف هرز کاشت و چون گندم سبز شد و خوش آمد، علف هرز نیز ظاهر شد. غلامان صاحب خانه نزد او رفتند و گفتند آقا، مگر تو بذر خوب در مزرعت نکاشتی؟ پس علف هرز از کجا آمد؟ در جواب گفت این کار دشمن است. غلامان از او پرسیدند آیا میخوایی برویم و آنها را جمع کنیم؟ گفت نه، اگر بخواید علفهای هرز رو جمع کنید، ممکن است گندم نیز با آن از ریشه برکنید گندم رو. بگذارید هر دو تا فصل درو با هم نمو کنند. در آن زمان به دروگران خواهم گفت که نخست علفهای هرز را جمع کرده دسته کنند تا سوزانده شود، سپس گندم ها را گرد آورده به انبار من بیاورند. عزیزان، کلام خدا میگه شما نور نمکید، ولی یه موقع واقعا ما حاضر نیستیم همدیگه رو تحمل کنیم. با 80% آدما سر ناسازگار داریم. این بده، اون دم خل درازه، چرا در دروازه بازه، همیشه ناسازگار، همیشه ناراضی هستیم. فقط نگاه خودمون درست میگیم، حاضر نیستیم گذشت کنیم. کلام خدا میگه دیگران رو از خودتون بهتر بدانید، سرسری ازش میگذریم. میگه بگذارید حلم شما بر دیگران آشکار شود. چطوری میتونیم این کارو بکنیم؟ عملی این کار. میگه چرا حاضر نیستی زیان ببینی؟ چرا همیشه فکر میکنی حرف توه؟ چرا همیشه فکر میکنی درست داری میگی؟ حتی اگه فکر میکنی داری درست میگی، کنار بیا باش با مهربانی.
با عطوفت، با محبت. کلام خدا میگه وگرنه مجبور این دنیا رو ترک کنی اگه بخوای با همه سر ناسازگاری داشته باشی. یادمون رفته انگار که باید شبیه مسیح بشیم. هر چند اخوان گفت باید به خودمون یه تلنگر بزنیم که قرار بود ما شبیه مسیح بشیم. ولی این قول داره هی تغییر میکنه. خیلی فرق است بین تفاوت نظر و اختلاف نظر. ممکنه بین یک پارتنر، بین یک زوج، زن و شوهر، مثلا یکی از رنگ آبی خوشش میاد، یکی از رنگ قرمز. هر کدوم میتونه یه رنگ رو دوست داشته باشن. این میشه اختلاف نظر. میشه تفاوت نظر. ولی وقتی که یکیشون بگه نه آبی خوبه قرمز خوب نیست، یا قرمزه بگه نه قرمز خوبه آبی خوب نیست، اون دیگه میشه اختلاف نظر. از فرق از بین اختلاف نظر و تفاوت نظر. واقعا به همسرامون فرصت بدیم. ما وارد یک راه جدید شدیم همه ما و خداوند روح القدس داره ما رو تبدیل میکنه. هیچ کدوم ما آدمای سابق نیستیم. از مصرمون بیایم بیرون، تو مصرمون نمونیم. فکر نکنه همون اخلاقیات سابق رو داریم. خدا داره ما رو عوض میکنه. مگر اینکه بخوایم تو مصرمون بمونیم. چقدر با هم خاطره ساختیم، چقدر میخوایم بازم خاطره سازی بکنیم. اینکه کلام خدا از عشق و محبت حرف میزنه، واقعا از محکومیت حرف نمیزنه. اینقدر واعظین توی این چند ساله از گناه و محکومیت گناه حرف زدن که خود کلام خدا اینقدر ازش حرف نزده، که اینقدر کلام خدا از عشق و محبت حرف زده، از بخشش حرف زده. خدا یک روح لطیف در ما گذاشته، نفسشو در ما دمیده. ای جونم نفسشو در ما دمیده. خدا محبته. آمین. در ما ساکنه، یعنی محبت در ما ساکن شده. نمیگه محبت داره، نمیگه خدا محبت میکنه، میگه خدا محبته. ما دی ان ای خدا رو داریم عزیزان. یه چی از این بهتر؟ دی ان ای خدا رو داریم. به قول غزل ها میگه عشق سالهای جوانی من. الان یه خود عوض شده انگار. فیلم میبینن اصلا انتظارشون میره بالا. یه فیلم میبینن یکی دیگه ماشین داره، میبینن یکی یه خونه داره، اعتراضا زیاد میشه. بدترین چیز اینه که همسران دیگران رو به رخ همسرشون بکشن و واقعا بده. هیچ وقت این کارو نباید کرد. هیچ وقت. نه که فیلم میبینیم نگاه میکنیم پردهش قشنگ، فرداش خوابی پرده بخریم، این پول نداری. چه زندگی من دارم؟ این امشو زندگی. بعد میره توی 20 سال قبل، 30 سال قبلش، 10 سال قبلش که فلان خواستگار رو داشتم، اگر با فلانی ازدواج میکردم الان زندگی بهتر. یا مرده میگه چرا من اینو گرفتم، اگه اون یکی گرفته بودم الان زندگیم بهتر بود. اصلا اینا همش خواب و خیاله. آنچه که خدا مقدر ساخت، خدا خودش هم به کمال میرسونه. آمین. پس نباید بزنه احساس سرخوردگی درون همسران بشه. خانم ها درد دلاتون رو نریم به یه خانم دیگه بگید. مخصوصا مثلا خانم میره با خواهرش درد دل میکنه در مورد شوهرش، اینطوری 2 روز یه خانم با شوهر آشتی میکنه، حالا خواهرش رو میبینه، خواهرش بگه
چی شد؟ هنوزم زور میگه؟ هنوزم داره میگه حالا این آشتی کرده، اصلا از دلش در اومده، حالا باید جواب اینو بده. این دفعه اینو کجای دلم بذارم؟ یا با دوستش صحبت کرده، فرق نداره. مردا زیاد نمیرن بگن، ولی بهتره که شخصی امین داشته باشی که بهش بگی. همه ما لازمه که یک نفر در حداقل یک نفر در زندگی داشته باشیم که امینمون باشه، هم دعا باشه با ما، که بتونیم مسئلت دلمون رو ببریم به حضورش. وگرنه هی باید از خودمون دفاع بکنیم. ای چی گفتم از دهنم در اومد، ای چرا این از دهنم در اومد، دو جوابگو این اون باشم که من یه روزی با همسرم دعوا کردم، عالم آدم حالا فهمیدن، حالا باید جمعش کنم. تا میبینی شدیم هنو بد اخلاقی میکنه، بابا خوب شد، اصلا حالش خوبه دیگه، ولم کن. بله ازان در مسئله کرکاسا خیلی قشنگ در مورد این بذرا پشت سر هم وقتی کاشته نمیشه فاصله بینش هست، نباید بذاریم بین همسران فاصله بیفته. این مواردیه که گفتم فاصله میندازه. نذارین شیطان فاصله بندازه. این فاصله را با اتحاد در ازدواجتون پر کنین، یه دل باشین. تو هر مسئله ای که با هم توافق نظر ندارید در حضور خدا زانو بزنید، بهش بگید، باور کنید معجزش رو هم میبینید. نذارین کرکاس ها یا همون علف های سمی روی زندگیتون رشد کنن و بینتون فاصله بندازن. آیا امروز اون علف های سمی زندگیتون رو میشناسید؟ پس رابطه متحد صادقانه حضور خدا رو میاره. خدا به شما برکت بده. قسمت اولش بود، تا جلسه بعدی قسمت بعدی. خدا به شما برکت بده. هفته دیگه جلسه بعدی.